آدما وقتی میخوان یه حرفی رو جدیت بزنن روشون نمیشه یا نمیتونن، اینو تو شوخی میگن. حرفایی رو که شما داری تو اون فیلم میزنی، حرفایی که دلت میخواد بزنی، تو جدیت روت نمیشه بگی، میای تو شوخی میگی. داری درباره زن حرف میزنی، زنی که مادره، خیلی مقام داره، خیلی شأنیت داره. بعد یه بار جملت تو مرور کن، به چی داری میگی؟ خداوند عالمیان این دنیا رو یه جوری آفریده مثل آینه میمونه، هر کاری که بکنی برمیگرده سمت خودت. تو میای از زن به عنوان یه کالا صحبت میکنی، از خودت به عنوان یه کالا توی فیلم استفاده میشه. نکن.